پرسونال پرونومن یا ضمایر شخصی در زبان آلمانی مثل هر زبانی شامل مفرد و جمع میشه. زینگولار مفرد و پلورال جمع یا پلوغال جمع. قسمت زینگولار رو با هم نگاه کنیم. ایش، دو، زی، اس. قسمت پلوغال ویا، یا، زی و زی. خب 3 تا ضمیر داریم که از نظر نوشته و از نظر گفتار کاملا شبیه همن. 3 تا زی، یکی به معنی او دختر، یکی به معنی آنها، یکی به معنی شمای رسمی، شمای محترمانه. چگونه اینا رو بشناسیم؟ میتونیم از طریق پسوندها یا شناسه‌هایی که هنگام صرف فعل میگیرن بشناسیم ایشون. مثل Sie kommt aus dem Iran، یعنی آن دختر می آید از ایران یا اهل ایرانه. Sie kommen aus dem Iran، ایشان اهل ایران هستند. و Sie kommen aus dem Iran، آنها اهل ایران هستند. خب این دوتا کاملا شبیه همه. فرض کنید من و شما کنار خیابون ایستادیم. من میگم اون خانم ایرانی هست، پس از این قسمت استفاده میکنم. چند نفر از کنار خیابون رد میشن، میگم آنها ایرانی هستند. و یک استاد دانشگاه یا آقای محترم، یک همسایه، یک کسی که براشو احترام قائلیم از کنار ما رد میشه، میگم ایشان ایرانی هستند. بریم سراغ افعال قانونمند و طریقه صرف آنها در زبان آلمانی. خب مثل هر زبانی ما ابتدا نشانه مصدری رو باید حذف کنیم. تو زبان فارسی نون مثل آمدن، خوردن، نوشیدن، خریدن، ابتدا نون رو در زبان فارسی حذف کنیم. توی زبان آلمانی هم این نشانه مصدری هستش. من اینجا براتون بنویسم. مثل کومن که میشه آمدن در زبان فارسی. پس این رو اول باید حذفش کنیم. سپس ریشه فعل یعنی کوم را با ضمایر و شناسه های مرتبط صرف میکنیم. خب یه دقیقه الان با هم تماشا میکنیم. ببینید من اینها شناسه های ضمایر هستن. این همون میم هست. آمدم، آمدی، آمد، آمدیم، آمدید، آمدند، آنها و ایشان. خب به صرف فعل توجه کنید. خب من اول اومدم این رو پاک کردم، حالا دارم صرف میکنم. ایش کامه یعنی من میام. دو کومست تو میایی. کومت اون پسر میاد. زی کومت اون دختر میاد. اس کومت ویا کومن ما میاییم. ایا کومت شماها میایید. زی کومن آنها میآیند و زی کومن ایشان میآیند. خب با هم در اینجا چند تا فعل قانونمند رو به صرفاشون توجه میکنیم. فعل هوگن، فعل شپیلن، فعل شقایبن، فعل وونن، ماخن و زوخن. خب ابتدا ان ها رو حذف میکنیم، سپس به ریشه فعل پسوندهای مرتبط با ضمایر رو اضافه میکنیم. مثل ایش شقایبه، دو شقایبست، sie schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben.
ich mache, du machst, sie macht, wir machen, ihr macht, sie و sie machen.